آقا این آبادانی آی لاف میان، آی لاف. آدماش یک کنار، مثلا رفته کتاب فروشی اینطوری میکنه، پوسترمونو داری؟ کتاب فروشی میگه نه، میگه تو هم تموم کردی؟ این آدماش اول اگه ازش پرسیدن این عراقی ها شما رو چجوری شکنجه میکردن؟ گوهی ولگ نگو دست پامونی میبستن، نوار بندری میذاشتن. حیوانات در آبادان، شما به یه مارمولک هم که نگاه کنی اینطوری میکنه، ها چیه ولگ اژدها ندیدی؟ 3 تا موش موش، ای خدا، 3 تا موش آبادانی داشتن برای هم لاف می اومدن. اولی گفت من و خارکاکام هر شب تو تلموش میخوابیم، ولی نگاه. دومی گفت این خود چیزی نکاه، من و خارکاکام هر شب مرگ موش میخوریم، ولی نگاه. در همین حین موبایل موش سومی زنگ زد. موبایل موش اینطوری کرد، جاسم توی؟ سب کو بچه ها بپرسم. بچه ها این بچه کوچیکمه، میگه یه گربه چاق و چله گیر آوردیم، میایم بریم بخوریمه؟ یک کلمه بگم، یه آبادانی مثلا شما هلیکوپتر تو همه شهرها میگه لخ 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 لخ، تو آبادان میگه لاف 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 لاف.